هنرمند عامودی یه روش آوای کردستان شیدا ستران خوی نو یا بنابه گلا کردستان درخست. دوی سترانی ده باجار قامشلو و هولیر و آمده و مهاباده وکه گلن هر چار پرچه کردستان بهن رشاندن و دوی سترانی ده بونا یک پرچه. او براستی او ستران دهیلی گوگه هر چار پرچه کردستانی ببین یک جبر يعني چملتي گوگه دوری هفدو بج هفدو کتی بج هفدو بلا ولا به ناگین داخواز یاخو و ناگین هدف آخو و آرمانج آخو جبر ولوجی او سترانی گوگه تین گوتن براستی وی ملتی تفی دکیک و ام بهیوینه گو هر چار پرچه کردستانی ببین یک نقشه کردستان گل سر چار دولتان هاتیه بپار بکرن لی هر دمینه لفکر و رامان هنرمند و هلبستوانان ده کردستان آمازن و یک پرچه لناو ادبیاتی اما هبه دنا اگر وانکین اما هم روجبلین باکور و باشور و روش آوا و روش حالات او خمان بدست خمان دابش و داگیر کاری دکین چون لناو روح معنا داگیر کریه لناو روح معنا دابش کریه بوی هنرمند دبی لناو روحی دا کردستان به یک کردستان ببینید و نتوی کردش یک نتوی کردستان آزاد و یک پرچه دبینه خونک خملاندی بهیوی و امیدان و تفیکو نها لسر نقشه چار پرچه لی دستران و آوازن هنرمنده ده کردستان یک پرچه دلخواز بهلوی روداو